در مورد اینکه بوکسور در قبال ضربه حریف عمل دفاعیش آیا واکنشه و یا پیشبینیه، واسه خدمتتون عرض کنم که دفاع نه صرفا واکنش به مشته و نه صرفا پیشبینی مشته. در بوکس سطح بالا معمولا ترکیبی از پرسپشن ادراک، آنتیسیپیشن پیشبینی، ریاکتیو واکنش، پرواکتیو پیش دستانه و دیسیژن میکینگ تصمیم گیریه. اگر بخوام موضوع رو من تخصصی توضیح بدم، واسه خدمتتون عرض کنم که بوکسور مبتدی به نوعی به مشت واکنش نشون میده، یعنی مشت رو میبینه و بعد دفاع رو انجام میده. اما بوکسور حرفه‌ای یه گام جلوتره، یعنی به نشانه ها واکنش نشون میده، یعنی شروع حرکت رو به نوعی میخونه. من به عنوان یه بوکسور بخوام قبل از اینکه ضربه کراسمو بزنم، دستم یه پایین میاد و بعد ضربه حواله میشه، یا شانم کمی عقب میره و بعد ضربه رو ارسال میکنه. بنابراین بوکسور حرفه‌ای اون نشانه رو میبینه و بعد عمل دفاعی رو انجام میده. اما بوکسور نخبه یا الیت یه گام جلوتر از بوکسور حرفه‌ای و اون الگوی حرکت رو میفهم، یعنی قبل از اینکه اون نشانه آماده بشه، بوکسور نخبه اونو متوجه میشه و عمل دفاعی رو انجام میده. حالا تمام این مواردی که خدمتتون عرض کردم، فاکتورهای مثل پرسپشن، آنتیسیپیشن، ریاکتیو، پرواکتیو و دیسیژن میکینگ، تمام اینها با بستگی به فاصله و زاویه داره. چرا که فاصله و زاویه تعیین میکنه که حریف میخواد از چه ضربه‌ای بهره ببره. سه فاکتور فوق فاکتورهای مهمی برای آماده سازی و خنثی سازی یک ضربه هستند. اینها به نوعی یک استعاره آموزشیه. چرا؟ چون گاهی وقتا بوکسور نخبه هم ریاکتیو دفاع میکنه،